حشمت خان معتقده که عید نمیشه مگر اینکه حشمت به همه رفقا و دوستاش سر زده باشه. حشمت کیه؟ والا اگه خودش بشنوه که کسی هست که نمیشناسته شاید زیاد خوشحال نشه. البته مطمئنم که اغلب دوستان پیک شادی میشناسنش، ولی به هر حال جهت اطلاع بقیه دوستان شاید بهتر باشه به جای هر توضیحی دعوت کنیم به دیدن حشمت خان. هرچی باشه میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. افسر زندان مرا دائم ملامت میکنه. چه شرمش مهران آقا مهران آقا رو مهران کجای خوش مهران کجاست این پسره؟ سلام علیکم. ببخشید آقا مهران ما رو شما ندیدین این دور و برا؟ کی؟ با اون سر نقلی پقلیه رو دارم میگم دیگه. نیستش مهران. به 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 حشمت خان، حال شما چطوره؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟ عید شما مبارک. به سینه والله جیم جمال و جمال تو قربون. دوست دارم وجود تا پسر عجب دکور تریپی زدی اینجا قربون شکلت دارم. مهران معلومه همچین آب دویده زیر جلتا قلوات رک کشید عشقی. قربونت دارم. ولی مهران خیلی از دست شاکیم. یه مدت تو سایلنتی اصلا ولومت نمیاد سمت ما قربون شکلت. هرچی تو ویتینگت موندم نیومدی تا اینکه ایمیلت که اومد کامپیوتر رو گذاشتم رو استندبای بای اومدم اینجا باهات مچ کنم. آها اون ایمیل رو میگی؟ اون ایمیل تبریک بود، ایمیل دعوت نبودش بعد خانم. به ما که رسید یهو شب شو قربون شکلت برم. ببین من دستبند نسده اسیرتم، ولی خیلی دیگه داری با ما اخموتا میکنی. پارسال پیری رو براش آوردی گوشتی اینجا یلا دوتاش کردی. به ما که رسید یهو شمات خال زد و فلفیه. اب نداره خیالی نبود که نبود. ببین میدونی که اوضاع اقتصادی خیت خفن سیته، ولی توی این اوضاع اقتصادی واسط رفتم یه ایدی خریدم. نه عین اولو فی نداره بالای 12,000 تا. این چیه؟ جون داداش باید پرتقال بوس بگیر. نگیر آقا یه تیزیه دیگه. اینم ایدی شد مگه؟ بذار تو جیبت. باشه بابا باشه. اینم شد ایدی. ناراحت میشی قربون شکلت برم. ابروات واسه ما با کلا نکن که بیریخت میشی. اب نره دوربین رو روشن کن که امشب حشمت آکتور برنامه است. آکتور برنامه چیه حشمت خان؟ چنین برنامه نداشتیم ما با هم. اکی آقا رو از اون ور گذر لوتی ساله تا اون ور قهوه خونه هستم موشو انداختن که حشمت تو برنامه تلویزیونه. اصلا تو کله پزی هستم پاچه همه نشستن سیخ تا سیخ جای سوزن انداختن نیست. اکی آقا رو خیلی تاریکم کردی جلو چشم کنم. ببین حشمت خان تشریف بیارید اینجا. ببین من نمیدونم کی چو انداخته خب، ولی ما چنین قراری نداشتیم با. خب یه قراری میذاریم با هم دیگه. قناری حشمت بیقرارته. نه آقا جون نمیشه حشمت. ای بابا عجب داستانی گیر کردیم مهران جان. فکر میکنی مصاحبه کردن چه شق القمریه؟ واسه که حشمت خان رو نشناختی؟ بابا حشمت همونه که اسمش میاد از اون ور چارسو تا این ور موتورخونه 16 تا بیمارستان 1000 تخت خوابه پر میشه و خالی میشه. بعد تو میگی مصاحبه نمیشه. حشمت خان یه چیز رو کراس بهت بگم. چی به من بگی؟ باشه. خب همینه دیگه. بابا همینه دیگه. این آدم ازت میترسه. اصلا ما با تو که ورداشتی زبون فارسی که زدی درب و داغون کردی و اصلا ما با هم همزبون نیستیم که یه کارهای عجیب غریبی میکنیم. دردت همینه. خب از اول میگفتی قربون شکلت دارم. اب نداره. حسن گوجه رو برمیدارم همونی که تو سیمتری 16 اومد ربش کردن و همونو برمیدارم بیاد اینجا واسه حرفامونو ترجمه کنه. ببین حشمت خان اصلا بحث ترجمه نیست آقا. نمیتونم اصلا مصاحبه قرار نبوده و نیست. مهران جان چشام نکن. بعد جوری دلم شور افتاد. چرا؟ احساس میکنم نمیخوای از این برنامه سالم بری بیرون. یعنی چی؟ بابا یعنی چی نداره که امشب مهران با حشمت مصاحبه میکنه. حشمت و مهران یک دونه میکروفون تو شیبا. عجب گیری کرده. باشه آقا حشمت خان جان ببین میخوایم با هم به توافق برسیم دیگه. درسته؟ آره. آفرین. باشه قبلش خب من یه سری نکات دارم راجع به این سر و وضع تو، راجع به وضعیتت. خب
این تغییرات رو اگه تو خودت دادی بعد با هم دیگه میشینیم مصاحبه میکنیم. خوبه؟ آقا رو ناکن قربون شکلت دارم. من دارم استه بدم و تو هم میگی استه بده. باشه آقا میل خودته دیگه. میگه من گفتم حالا دیگه ایسته بدی ایسته بودی اوستا بودی ایسی بودی من دیگه نمیدونم. عجب داستانی داریم ما. باشه جهندم و ضرر این یکی رو از دخل میدیم. مشت تو رو کن ببینم واسه ما چی داری امشب. همش که برگ پایین رو کردی. یه 2 تا خال قرمز بی واسه. احسنت حالا شد. ببین گام اول بگو. آقا این دستمال چیه دستت اینو بکن تو جیبت چی آخه؟ دستمال میگی؟ ما هم موقعی که به دنیا اومدم دستمال دستم بوده. میگه دستمال رو جدا کن. اصلا بیا میتونی از دستم جداش کن. میتونی دوتاش کن. جدا نمیشه نه. بسیار خوب. ولی میدونی که الان تو اون طباخی حسن موش بود پنکه بود چی بود تو اون طباخی الان بچه محلاتون نشستن که تو رو ببینن دیگه ها. بابا مهران اینقدر با احساسات ما اتصال کوتاه نکن قربون شکلت برم. عجب داستانی داریم ما. باشه فرضاً ما این دستمال اینجوری تا کردیم گوشتیم تو جیبمون. حشمت خان این کارو کرد. دستو چیکار کنم؟ دست باس بره بیاد. بابا دست آخه چیه دست بیا این دستمال کاغذی به این قشنگی قشنگ 4 تا کن بگیر دستت شیک ترتمیز. دستمال کاغذی؟ آره دیگه که جون نداره که. همین قدم اولو برداشته خیلی عالیه. قدم دوم کلا چیه سرته؟ این کلا رو وردار آخه. دیگه سر بره کلا نمیره. سر بره این یکی رو عمرن اگه واسه تو فسقلی بیام. یکی آقا رو بابا جز قدمه کلا. جز قدت ها. باشه پس فقط در نظر داشته باش که الان تمام مغازه های زیر گذر لوتی ساله همشون تعطیلن دیگه. چی شو بدون حشمت کی مغازه رو بسته؟ تعطیلن دیگه همه نشستن میخوام ببینن تلویزیون دیگه. تو که اینجوری میکنی. ای آقا عجب داستانی داریم. حشمت خودمون 30 سال عمرمونه 80 سال وجدانمونه. باشه خیالی نیست. اینم کلا بذار یه دست جایی که دست نامرد و نامحرم بهش نرسه. آفرین حالا شد. اینم از کلا. آقا گام این 2 تا قدمو خیلی خوب اومدی. گام سوم این نحوه صحبت کردن تو درست کن. بیا پایین داشت من پیاده برو. تو حساب برو قربون شکلت برم. نشد که نشد. چی شده؟ آقا قربونت برم. گفتی برا بچه منتظرتن تو تلویزیون که ببیننت. گفتم خیالی نبود. گفتی دستمال رو بذار تو جیبت. گفتم باشه امشب رو بدون دستمال. گفتی کلا رو بردار. باشه اب نداره امشب رو هرو مرش نمی‌کنیم بدون کلا میریم. ولی آقا قربون شکلت برم مردم حشمت رو میخوان نه یه یارو شنبلقوزی با قیافه فرچه. خب پس اینه دیگه حرفت ها. باش ببین لطفاً بچه‌ها خاموش کنین دوربینا رو. کامپیوتر هم خاموش کنین منتفیه. خسته نباش. خیلی ممنونم متشکرم. چی شو؟ شادان؟ ترناف؟ مهران بابا چرا دیگه تو کسی دست به کامپیوتر نزنه که مادر بردشو به ازاش میشونم. مهران ما چه شاکی میشی باشه. من دیگه تموم شد همه نکاتمو گفتم دیگه تمام. خوب نی جلو دوربین ما رو اینجوری سنگ رو آسفالت میکنی. دیگه میل خودته. بابا باش پاش من آقا چی بیام؟ تو صحبت میکنم ما. من کجا بیام؟ من دارم میگم استه بده تو استه بده صحبت میکنم. بابا دست دوربین نه کامپیوتر نه صحبت میکنم. بابا چه قرون شکل دارم. بابا چی نمیاد دوربین دست تو کامپیوتر من صحبت میکنم. بابا چیزی نیست که بابا شکل. خب بینندگان عزیز در کنار حشمت جان هستیم که مهمون ما هستش. خیلی خوش آمدی حشمت جان. عیدت مبارک. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه تو برنامه شما شرکت کردم و این عید رو به همتون تبریک میگم. باریکلا خیلی خوش آمدی. حالا بیا یکی هم شیرینی بخور از خودت خیلی پذیرایی متشکرم کن. صرف شده. خیلی نه ممنون، شیرینی مرسی. دیگه شیرینی بخور ده. خیلی ممنون مرسی. دستون درد نکنه. بله خب حشمت جان. ببخشید. بله خب حشمت جان برای بینندگان ما که شغل چیه؟ من شغلم در اصل جواز کفن و دفت زاده. منظورم اینه که تو اداره ثبت اسناد کار میکنم. بله خب چه رشته تحصیلی چیه؟ من فارغ التحصیلی دانشکده پزشکی هستم. باریکلا چه تخصصی؟ عرض کنم خدمتتون رشته تحصیلیم سفره کردنش. منظورم اینه که آناتومی بدن انسان میکنم. بله خیلی متشکرم. خب حشمت جان تو اهل فیلم و سینما هم هستی؟ بله خواهش میکنم. یک قسمت عمده از زندگی من رو
فیلم‌های سینمایی تشکیل میده، جزء لاینفک بسیار زندگیم خوب، هست. بسیار خوب. مخصوصا این ایماژهای سینمایی که فرکانس‌ها و رنسانس‌هایی که میدن برای مغز انسان باعث رشد فکری و تئوریک من. چقدر عالی، باریکلا باریکلا. بعد چه سبک فیلم‌های بیشتر دوست داری؟ من بالا بیشتر سبک فیلم‌های آبگوشتی قاسم منظورم اینه که فکر کردم غذای مورد علاقه‌مو پرسیدی. خب بله، من بیشتر سبک فیلم‌های فورد کاپولا رو دوست دارم و آنتونیونی. یه نگاه منتقدانه هم دارم به فیلم‌های اینگمار برگمان. به طور مشخص فیلم‌هایی مثل نقره داغ، کوچه مردها، نامردان زمانه، حسن کچل، توتی، وردار بیاد ته کوچه. بله خیلی متشکرم، واقعا خیلی متشکرم. حالا لطف کنید و در انتها اگر جمله‌ای دارین بگین که خداحافظی کنیم. بله، من خیلی تشکر میکنم از اینکه من تو برنامه خودتون شرکت دادین. اتفاقا ما با دوستان داشتیم برنامه‌تون رو نگاه میکردیم، خیلی برنامه قشنگی هست. به همین خاطر از طرف انستیتوی لوتی صالح یه هدیه خیلی نه اصلا هدیه رو نمیخوایم. نه خواهش میکنم اجازه نمیخوام. نه منظورم اینه که خواهش میکنم اجازه بدید که نمیخوام. یه هدیه فانتاستیک و فانتزی هست که تقدیم حضورتون میکنم. این بله چیه؟ خواهش میکنم. واقعا که اون عید قبلی رو میدادی بهتر بود، آبروی هیئت بود. آخه یه خرسک هست، قشنگم هست، میتونید بازش کنید ببینید شما. چی آخه؟ از کجا آوردین؟ انستیتو لوتی لوتی صالح تقدیم میکنه. بله خیلی ممنون. خب پس دیگه خداحافظی کنیم دیگه. بله، خیلی لطف کردی. بینندگان عزیز متشکرم و خداحافظ حشمت جان. خداحافظ. تموم شد؟ آره تموم شد. جونه حالمو گرفتی به خود. چی بود گرفتی ما؟ چی بود چرخی بزنم؟ دست نمیرفت میومد، دست نمیرفت میومد. نخواستیم آقا اون پیری رو بردار بیار جون تو واسه لورت دولپه. درست بشو نیستی تو. برو بابا، درست بشو نیستی. رینگ. ببین تلفن داره زنگ میزنه. میپلو گوشی رو بعد دیگه. رینگ. شاید یکی خبر خوب داره. بعدم که تو رفتی یه گوشه کس کردی. دوست من این خبر خیلی خوبه. همون خبر یک قبلش منتظرش بودی. یه نگاهی تو توشه بدار. رینگ. همه دارم میزنن و میرخشن. هی اصلا چرا من خبر رو بهت بگم؟ خودت باید تلفن جواب بده. قبر امام با اعتقاد راستین زور بزنم یا نزنم. میخوای بزن میخوای نزن. توی دامن امام ملول بازی کنم یا نکنم. میخوای بکن میخوای نکن. خیشنون امروز از تحت بزنم یا نزنم. میخوای بزن میخوای نزن. سیدلی با فورله شدی برجون میکنن ملت زرق تو منظور. لای 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 سید علی خامنه‌ای. اهل بست کسی هست؟ اهل رقص کسی هست؟ آها دست جگر من خون است. آقا 50 سال عادت کردن گوشاشونو ببندن و یک زبان 12 متری داشته باشن، اما احمدی نژاد عقب نشینی نمیکنه. لای 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 زیر فشارم بدجور درد دارم بدجور. بابا انتر تو و مشاری منو کشتین. بنده خودم نماد جندکاری هستم، کثیف‌ترین هستم، اما ما حمومایی داریم حمام. با همه در سر این انتر شاسکول بکوبم یا نکوبم. میخوای بگو میخوای نگو. رئیس جمهور خرتر بگذارم یا نگذارم. میخوای بزا میخوای نزا. باز به چهارچوب نظام تر بزنم یا نزنم. میخوای بزن میخوای نزن. در انگلیس فرار کنم یا نکنم. میخوای بکن میخوای نکن. سیدلی با فورله شدی برجون میکنن ملت زرق تو منظور. لای 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 اون که اصلا عددی نیست، گنده تر از اون هم عددی نیستند.
دوستان عزیز رسیدیم به پایان اولین قسمت از برنامه‌های پیک بهاری ویژه نوروز پیروز 1392. 5 تا برنامه دیگه در روزهای آینده خواهیم داشت تا دوشنبه 5 فروردین. امیدوارم که تا اون روز در تک تک این برنامه‌ها با ما همراه باشید و باز امیدوارم که این برنامه‌ها بتونه در شادی و شادکامی شما سهمی ولو کوچیک داشته باشه. فعلا خدا نگهدار تا دیدار بعدی که انشاءالله فردا در همین ساعت خواهد بود.